ترفندهای جالب و کاربردی که اگه الان یاد نگیری باقی عمرت بر فناست. موقع ریختن مایعات از لیوان به لیوان قطعا از لبش مقداری میریزه و کثیف کاری میشه. این باربی قاشق رو به این شکل روی لیوان بذار تا موقع ریختن دیگه بیرون نریزه. کشیدن نخ پلم به لباس به دست و لباست قطعا آسیب میزنه. فقط کافیه مطابق ویدیو نوک فلش رو برعکس برگردونی و آروم بکشی تا به راحتی باز شه. 30 سال طول کشید تا بفهمم در بساس و روغن رو نباید دور انداخت. درستش اینه که برعکس روی دهانه بطری بذاریم، اینطوری هم مقدارش موقع ریختن کنترل میشه، هم جایی رو کثیف نمیکنه. با قیچی یا انبر دست دو سری گوش پاکن رو ببر، یه مو از جارو بکن و مو رو تا کن و از لوله رد کن. اضافهش رو بسوزون، نخ جارو رو از وسط سوزن رد کن. دیگه نخ کردن سوزن آسون میشه. سر بطری آب رو روی کیسه بذار، هم اندازه گیریت کنترل میشه، هم درش بسته میمونه و هوا نمیکشه. زیر صابون یه درپوش بطری بذار، هم ضد آب میشه، هم از دست دیگه سر نمیخوره. وقتی دوتا ظرف داخل هم قفل میشن کشیدنش خطرناکه. فقط کافیه بذاریشون زیر آب، به راحتی از هم جدا میشن. برای رفع بوی بد لوله فاضلاب ته کیسه پلاستیکی رو ببر، نصف رو دور لوله ببند، بقیه رو توی لوله فرو کن. نصف بالایی رو هم روی لوله بکش و با بست کمربندی محکم ببند. دیگه از بوی بد فاضلاب خبری نیست. من جای تو باشم این پیج رو هیچ وقت گم نمی‌کنم. اگه حتی یه دونه از این ترفندا برات کاربردی بود توی کامنت 3 تا قلب من یادت نره.